کلاشنیکوف در دست در باغ تفریحی قرغه در شهر کابل. سربازان طالبان که فقط جنگ کارشان بوده است به استراحت آمدند. بعضیشان در عمر خود چنین جایها را بار اول می‌بینند. تقریبا ما خود در طول زندگی خود تقریبا 26-27 ساله هستم. ما در قرغه نیامده بودیم، لیکن الان یگانه باعث شد که ما تفریح بیاییم که روز جمعه است، نماز جمعه را خواندیم، ما یک تفریح است به قرغه آمدیم دیگه. ما مصروفیت‌های زیاد داریم در حوزه و خواست میگه به خاطر یک سیاحت، به خاطر که زینا که مفعال شه، به خاطر یک چکر امروز اندیوالا میمونه آمدیم طرف قرغه. بعضی از دور چرخ و فلک ها را تماشا میکنند و تعدادی هم در چرخ و فلک با اسلحه در دست چرخ میزنند و استراحت میکنند. بسیاری از این اعضای طالبان به غیر از جنگ و شوب چیزی را نمیدانند و هیچگاه هم کابل را ندیده بودند. بعد رسیدن طالبان به قدرت در ماه اوگوست راهشان به اینجا باز شد. حالا میگویند که به کسی کار ندارند. ما با هیچ کس مشکل نداریم. ما به هر یک افغان کفالت میدهیم که با کسی مشکل نداریم. طوری میبینید تمام مجاهدین در این باغ تفریحی با دیگر ساکنان استراحت میکنند. ما میخواهیم به تمام جهان اعلان کنیم که با کسی مشکل نداریم. باغ تفریحی قرغه مثل سالها و یا چند ماه پیش سرآدم نیست. بعد رسیدن طالبان به قدرت چنین کم آدم شد. قبلا اینجا زنان و کودکان و خانواده های زیاد می آمدند. طالبان که پس از 20 سال جنگ در افغانستان حکومت را گرفتند، چند روز بعد زنان را از حق کار و تحصیل محروم کردند. حقوق زیادی مرد و زن هم محدود شد، اقتصاد هم به زانو زد. حکومتشان را هم کسی به رسمیت نشناخته است. حالا این گروه بعد استراحت باید برای تامین امنیت به گوشه‌های گوناگون افغانستان برگردد، به گوشه‌هایی که افزایش حمله و بمبگذاری‌های داعش آنها را ناامن‌تر کرده است.